وای what the hell فرار کنین what the fuck. سلام و درود، حالتون چطوره بچه‌ها؟ بارمان هستم بیم و خوش اومدین به یک گیم پلی از بازی پاینپل اون پیتزا. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و بدون معطلی کردن بریم سراغ شروع ویدیو. Let's do this. اوکی. اوه تو بال اینجا که ازش معلومه فکر کنم یک جزیره است، اینطوری که مشخصه غالبا یک جزیره است و مردم این جزیره آدمای شادی هستن. آهنگش هم خوبه. اینجوری که مشخصه خودمونم یکی از این کاراکترایی که داریم راه میره، ولی نمیدونم چه جوری باید دوربین عوض کنم نشون بدم خودم. خیلی جذاب و خیلی هم عالی، همه شادن. سن اینجا یه عدده، واقعا سن اینجا یه عدده. شبکه 3 صدا و سیما ورزش با ما، صبحا ورزش. رو برو 1 2 3 1 2 3 1 2 3 میشه سوار قایقا شد؟ نه نمیشه؟ میشه شنا کرد؟ نه نمیشه؟ اوکی. اوه مزرعه. مزرعه شنگولیه برا خودش. آفرین. علی کفترباز به کفتراش غذا میده. پر بپره بپر، من نمیپرم، بپر بپر بپره بپر. لاک پشت. اسمتو میذارم لاکی. میشه بیامرود؟ آره میشه بیامرود. دیگه چیا هست تو این جزیره؟ رقص قبیله‌ای. اوه کتیبه ها. در کتیبه ها نوشته شده که به گاج میرن. در کتیبه ها نوشته شده به گاج میرن بچه‌ها. اوه اینجا رو چه باحال. یک مادر و یک فرزند که هر دوتا هم شادن. بنازم. خب اوه اونجا رو بریم اون بالا بنازم. اساطیر چاکراهای خود را باز کنید. به به میشه پرید پایین؟ اوه پشمام پریدیم پایین. از قرار معلوم اینجا یه آتش نشان داره که باید بفهمیم آتش نشان قضیهش چیه. مثلا همین اینجاییم. از اون جایی که این آتش نشان نیمه فعاله و از اون ور چون ما کرم داریم میپریم تو آتش نشان. دوست دارم بدونم چی میشه. قطعا این کاراکتر ما بود مردیم. خب نمیدونم چی شد ولی زنده ایم. صبر کن. الان بقیه به گاج میرن که عجیب. درید برید سوار قایقا بشید اسکولا. برید قرارت فرار کن. چرا نمیفهمی فرار باید بکنی؟ What the hell. فرار کنید. درید فرار کنید. قرار بسوزید. فرار کنید. لاکی بیا بغلم. لاکی بیا. اوه لاکی من داری کجا میبری؟ What the hell. شت فرار کنید. برید سمت قایقا. نرقص بدبخت. فرار کن. What the hell. فرار کنید اسکولا. خیلی خرید همتون. فرار. منو جا نذارید. نه ها چی شد؟ What the
شت. جزیره خود پیتزا بود. پاینپل و پیتزا. یعنی چی؟ نه یعنی چی؟ این پایانش نیست. این پایانش نیست اصلا. دوباره ریستارت میکنم. خب بچه ببینید قرار شما بمیرید. خب من پیشنهادم به شما اینه که الان فرار کنید. چرا فرار نمی کنید؟ چرا دوست دارید به گاج برید همتون؟ حتما یه پایان خوبی داره دیگه این گیم. یه پایان خوبی داره. مطمئنا یه پایان خوبی داره. خب ما الان اینجا به گاج رفتیم. درید برید فرار کنید. فرار کنید اسکولا فرار کنید. وای what the hell فرار کنید. What the fuck. این چیه؟ نجاتش بده. آفرین نندازینش. هرومیا بهتون نون داده. ننداز. شت. آقا جان درید. همتون داریم به گاج میریم. بیاین سوار قایقا بشین. بدوید بابا بی خیال ورزش. بیاین سوار قایقا بشین. ولی خودمونیم ها. دم مرگی آهنگشون باله. بیاین آفرین. بیاین همتون بیاین همتون بیاین. زود باشین. بیاین سوار قایقا شید. سریع بزنید برید. بیا سوار شو. وایسا اون داره میاد. وایس بابا اون داره میاد. پوفیوز اون نمیتونه شنا کنه. یکی نجاتش بدید. خوردش. خونش. نه یادم نبود یه سنگ بهشون میخوره. اینا هم زنده نموندن. آقا درید. خب چرا در نمیرین؟ چرا دارین میرقصین وقتی قرار همتون به گاج برید آخه؟ آقا جان وای درید همتون. قرار همتون به گاج برید. تو بیا بچه‌تو بده من. ببین خانمه بچه‌تو بده من. نمیتونی الان نجاتش بدی. بچه‌تو بده من. بچه‌تو بده. بچه به گاج رفت. بچه در رو. بچه نپری الان به گاج بیری. بچه نپری. نه بیا احساس میکنم همه چی تقصیر منه چون هر دفعه من اینو فعال میکنم آتش فشانو. پاینپل و پیتزا. ذهن سازنده وقتی مریض باشه همین. دمتون گرم مثل که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. اگر از این سبک ویدیوها دوست دارید بهم بگیم بسازم. دوست ندارید نمیسازم. ویدیوهای گیمایی که دوست دارید پلی بدم کامنت کنید برام. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و مرسی تا ویدیو دیگه. فعلا بای.